سلام علیکم سلام تماشاچیان عزیز، برادران و خواهران ارجمند. امروز روزی برف بارید است. شب برف بارید. یگان وجب اینا پوق پوتریم خیل از اونو برآمدیم هم بالا که یک تماشا کنیم کی را میبینیم کی را نمیبینیم. یا برادر عزیز در برف ای بالودا دورتر رو اومدیم بلندتر در ای بالا تا زانو را برف های یا باور نکنید نگاه کنید از زانو هم میگذره کم کم. خیلی رفته ایستیم. سگا را بسیار معقول شدگی برف هم خیلی برادرها تا حاضر هیچی ندیدیم. های رفته ایستیم دور باز نگاه میکنیم خبر میگیریم یک تماشا میکنیم. ما کارمند حفظ طبیعت شدگیم نه رفتیم به پیش. خیلی برف بارده است. کامera زده است گرفتن نمیشه. تلفن های کامera نیست گرفتن نمیشه. همین خیلی های بعضی جهان من میکنیم یا تماشا میکنیم. برادرها این همون جاهایی که گندم پوشیده بودیم یگان دونه گندم نیست. هم درمه رو شب دادیم پر کرده بودیم. پوشو خوش هستن خودشون نیستن. مقصد که گندم کمی کرده گرفتیم. او پایین هم شب دادیم. حاضر رو خبر میگیریم. این اینجا هم شب دادیم. اینجا هم یگان دونه نیست. مقصد که خوردگیم همه را. مقصد که خوردن سیرن تینجان. حاضر وقتی که شبیشونه برای برف زده است همه‌چی محکم میشه. بریم بعدی ابد نصیب باز یک برخالتمون رو پر کنیم بیاییم یک بار دیگر. آوازشون هم کم شدگی و فیلم جندرا سیر کرده کن. برادرها سیوایی که گفتیم برای پیوان این همش سیوان. های فرقی دی بخماندش سیوایی نه برای باور کنی بتای سیوایی در این میشه که 10 تا پیوان در دیگرش 30 تا پیوان دروش 15 تا دروش 20 تا. این سیو نیست. این ارغایه این سیو این درخت سیو این بازم سیو. اینش فرقه. بچه های خیلی میریم نگاه کنی باید راه میریم یا او طرف بگیم توی طرف همش هم خیلی درخت بسیار داره. در بین درخت ها سیو هم بسیار های. یعنی خیلی ما راست میریم نگاه کنی که چقدر سیو بسیار های. همش جنگلی میگیرن مایده زرد سرخ دیگر نمود. اگر یک چه بخوری پشیمون میشه خوردن است. این بتای سیو این همش بتای سیوان. اینو خسکی و خطکو قدیم رفته ایستم برای خاطر همی رفته آمده ایستیم که یکم عادت بگیرن بعد در کار میشون. این بازم سیو همین خیلی رفتگی هم جنگل های. همین جنگل همش سیو های. اگر سیو رو پیوند کنیم یکم سال تو نمیگیرن دیم سال سیم که بگیرن دیگه خرس میبینی همین تا کجگیل کردگی همینجا استراحت داره. اگر اینا همش بگیرن همش نه ای 100% 50% اگر بچسبه و بگیره این کمش میگیم که بسیارتر میچسبه بسیارتر باید بچسبه. یک جایی که هاک پرید آوازش اومد آواز پروازش نفهمیدیم یک جا. های درسته گفتیم که اگر 50%
برس بگیره اینجا بوق میشه که ممکنه که صاحب پیدا کنه باز هیچ کار نداره که همینجا حرکت میکنیم یک صاحب پیدا کرد چیکار میکنی یکانچه گفته نمیتونیم بعد این هم سیوای اگر بگیره 50%ش در اینجا این خیرس اینجا میخره راحت میکنه خیرس خوک پرنده ها میخرن یش راحت میکنن میای با همجا که مادی خیرس هایی سیدا کشغل کردگی استراحت داره یک پهلو تکیه کردگی یونبوش یعنی یونبوش کردگی میبینن دیگه کچ خیلی یا بجقیم قطید یا میجقه با سرد میته میره شوخی کردیم بچه ها خیلی نمیخیل همینجا همین خیل جنگل های جنگل سیو همینجا نصیب باشه بهار پیوند میکنیم یک برادر گفت که استریچ گفتنی چیز برای پیوند صدقه رو کردگی بهترین صدقه انشالله بسیار خوب استریچ میگیری وقتی پیوند کردی کنده پیوند استریچ در گردش میپیچونی اوغو نمیگذارن تر نمیشه با میشست با تیز تر میشست هر استریچ که رسید باز چخ میکنیم نشان میدیم با فیلم امروز همیخه میریم باز پیش برادرها در کامنتاری ها نوشته بودن که نمیترسی در خیلی جاها توقع میگردی باز این تمانای نو میترسم میگیری میترسی گفتن نمیترسی در ترجمه میگردی بچه این خیلی که خیر همش در دستی پروردگاره هرچی که باشه نباشه بازم ایدیولی کش هزار اگر بگیم این خیلی که حیوانات جانداریات همه چی ای آدم میترسن ایرا هر یک آدم باید بدونه ای آدم همه چی میترسن وقتی که گشنمون با حمله میکنه در آدم بعد حمله میکنه تا گشنه نمونه حمله نمیکنه سخت گشنه میمونه با همین خیلی هم نگه میکنه اطرافش یگان امکانیت دیگر نیست بعد حمله میکنه در آدم یک تا دیم اینکه یکی اگر رو پرو زدی ای ترس جون خودش قدید میجنگه میچسبه برای همین باز یه دیگر سیم چیز که وقتی که ترسیدی ترسی آدم حیوان میفهمه جاندارا میفهمن که آدم ترسیدی است بوی ترس میفهمه چخیلی که میفهمه وقتی که نترسیدی هرچند که ایت اگر دو سه برابر بوزباله هم باشه میترسه وای ایشه میگن دل گرده بله میگردیم تنها قطعی میگن یگان امره قطعید بگیر درسته امره بگیری خوبه بعد چند بار امره قطعی رفتیم مادیم نشد مقصد نشدن اینه که تا جایی که در کوره تا جایی که میخواهی نمیرون بعد دیر معقول نیست توقع تنها تو جایی که بخواهی میری که بخواهی برمیگردی شما توقع نگرده بچه ها که توقع گشتن بله خوب نیست این آدمی های گفته نمیشه یکی پیش یگان چی میروی این خوب نیست پیشکی نگه کرده رفتن در کار با قدرت انشاءالله تو امروز تنج گشتیم ای امروز طرف هم انشاءالله که تنجای انا برادری میگن دلونه دیده که همجا خوشتگی های همخه کلانشتگی های سال تا سال قاق شده خوش دیست هستمی ایره بهار میای نصیب باشه همین خیلی همینتر راست میبریش یکان 10-20 شاخ داره 10-20 شاخ میکنی پیوند میکنی ای جایی هست که دلونه خور داره دلونه را غم نمیتین بسیارتر شاخوش هم میشون هیزم این قدرخت که ما خودمون نمیبریم هیزمشون همین هم سیوان این قدرخت ما شاخوشون نمیبریم خودمون توقع کسی که برای بردن گیره نیکی ایویخ نزنه شاخش گرد نیست اگر دیدیم هم اجازت نمیتیم نمیمونیم که بزنن ایویخش بعد این خیلی اکی به طعم خیلی گلدگی
برای قاقی تحت گرفتن بالاش هم میزنی. این از سیب یگان 20 تا 30 تا شاخ داره. گریستنش نامعلوم. خیلی میوه میده، مزهش خیلی نامعلوم. هم خیلی های برادر ما هم قریب که رسیدیم در ده. برادر شمال شده است دم برف. ما هم نزدیکی ده رفتیم. خیلی صحبتی خوب کردیم انشالله که بهره برنده ایم ای صحبت. باز یک چیز دیگر که بچه‌ها سخنان رو برای شما هم نمیگم. برای شما میگم نه که برای خودم هم با خودم هم تعلق دارن، چون که این خیلی هر یک آدم یک کنجی تنبلی داره، یک طرفی تنبلی داره. ایشا خیلی بیم مخفی کردن نمیتونیم. هر یک آدم و آدم همش یک خیلن خاراکتر دارن. مثل فکر کنید که در روسیه این سال گذشته در روسیه بوده، بسیاری ها در روسیه بوده، گفته که ای روسیه بیایم حتما میریم همونجا یا که یک پشت میریم یک تماشا میکنیم. نیک اومده نکرده. هستم خیلی بچه‌ها هستم، بسیاری ها اومدن رفتیم چکشک کردیم تماشا کردیم گشتیم اومدیم. نیکی باز بسیاری ها ناومدن. نمیگم طرفی ما اومدن، همین خیلی که طرف خودشون هم یگانجا نرفتن هستی. نه نگه بچه‌ها هستن هم خیلی بسیار که گفتن نکردن. انا یه برای شما نگفته استم، برای خودم بسیارتر برای خودم گفته استم و شما هم تعلق داره که وقتی که در نزدیک کامera در نزدیک شما بچه‌ها 5 6 10 20 هزار تماشا بینه انشالله. در پیش ما وقتی که وعده دادیم تنبلی نکرده با آدم وفا میکنیم. این یک راه تنجه که بچه‌ها وعده دادم باید همین کار کنم. اگر که زور اومد بهار کاربار بسیار یگان بهانه دیگر بهانه بسیاره یگان بهانه میذاریم خب کرده میریم. یگان کس یگان چرا بگه نه که وقتی که در پیش بچه‌ها گفتیم در پیش ما وعده دادیم این بسیار خوبه که ای پای کار میخیزم همین کارو میکنم. این هم وعده با وعده وفا میکنیم، هم در جامعه فایده میشه. برادر عزیز اینا اگر بشناسید جورا در نزدیک چهارمغا رسیدیم. یکم کیلومتر 2 کیلومتر موندگی قریب موندگیم میریم میرسیم. برادر عزیز یک خلطه گپ زدیم، گپ نیست برادر عزیز، گفتیم که رسیدیم. زنده باشه برادر، در امان الله. تا بازدید زیر این ویدیو رو هم یک تماشا کنه. قریب اومدگیم انشالله. کسی که بچه‌ها یکی یاردم کردن زنده باشن برادر، در امان الله باشه. شما هم خودتون بمونه. تا بازدید.